13 روز با تک تک داغداران اعتراضات سراسری گریستم. اما اکنون هنوز 24 ساعت از کشتار برادران و خواهران بیگناه بلوچم نگذشته که دیگر حتی عزاداری هم نمی کنم، بلکه تمام خشم و کینی که قلبمان را لبریز کرده گلوله های آتشی خواهد شد بر تن و جان کثیفتان. ما در کنار مردان غیورمان سر میبندیم و میجنگیم. این داغ را فقط خون سرد میکند. خائنین، مزدوران، بی‌صفتان، دیگر از ما هم بترسید. آقای امیری، اول برنامه رو با شما شروع میکنیم. اوضاع و احوال در بلوچستان چگونه هست الان؟ اونطور که به نظر میرسه دیروز زاهدان مثل یک میدان جنگی بود، همش آتش و دود بود. تعداد کشته ها هم بسیار بسیار بالاست. همون تعدادی که به دست ما رسیده در حدود بیش از 50 نفر هست که لیستشون هست، از تمام طوایف بلوچ هم هستند. ولی اون جسدهایی که در بیمارستان ها رفتند توسط جمهوری اسلامی گرفتار شدند، از اونها هیچ سندی نداریم، ولی به نظر میرسه که تعداد کشته شدگان بیش از 100 نفر، شاید تا 150 نفر برسه و در ضمن تعداد دستگیر شدگان هم بسیار بسیار زیاده. به هر حال یک چیز رو نشون میده و اون اینه که جمهوری اسلامی حاضر هست که تعداد زیادی از مردم معصوم و بیگناه بکشه، برای اینکه دیروز مردم از مسجد اومدن بیرون از محل نمازشون و رژیم شروع کرد به تیراندازی به سوی اونها و البته خشونت زیادی هم نشون داد. منظورشون این هست که بلوچ‌ها رو بیشتر بترسونه از جاهای دیگر در ایران و خب بلوچ‌ها هم نمیترسن، همونطور که الان 43 سال، در واقع 44 سال هست که مقاومت کردند علیه جمهوری اسلامی. از همون اول با انقلاب مخالف میدند و این مخالفتشون تا الان هم ادامه داره و این رو مردم ایران هم میدونند. به همین دلیل از مردم ایران میخوام که یک هشتگ برای متوقف کردن کشتارها در بلوچستان بسازند و این رو همه جا بفرستند. الان هشتگ ها راجع به مهسا امینی به بیش از 70 میلیون هشتگ رسیده. 170 میلیون، یعنی 170 میلیون نفر عملاً با جمهوری اسلامی مخالفند و میخواند که این رژیم بره. آقای جمشید امیری، اوضاع و احوال بلوچستان الان چطوره؟ با سلام و درود خدمت شما و دستاندرکاران تلویزیون کلمه با این زحمات مکرر و نان همیشه شون و تسلیت میگم به خانواده شهدایی که دیروز در کشتارگاه جمهوری اسلامی در میدان مسجد مکی زاهدان شهید شدند. همونطور که میدونید بعد از خیزشی که در کل و قیامی که در کل در مردم ایران اتفاق افتاد با قتل مهسا امینی و تمام خانم ها و آقایانی که در زندان ها شهید شدن یا زندان شدن، بالاخره بلوچستان همونطور بعد از نماز جمعه که دیروز اتفاق افتاد، نیروهای سرکوبگر رژیم با آمادگی قبلی به طرف تظاهر کنندگانی که بدون اسلحه و به خاطر حق خواهی در مقابل اون ظلمی که برای دختر جوان بلوچ صورت گرفته بود و میخواستن حق و حقوقی که به اصطلاح ثابت بگیرن، اینها اقدام به تیراندازی کردند و خیابون و تمام چیز را آتش زدند و از هوا و زمین به مردم عادی و بی‌دفاع شلیک کردند. همونطور شما اشاره کردید تعداد زخمی ها و کشته هایی که در بیمارستان است هنوز معلوم نیست، ولی اونهایی که از طرف بلوچ کمپین، فعالین بلوچ کمپین اشاره شده در حدود 60 نفر هستند با اسم و نشان و شهر الان شهر نظامی هست و مقاومت در 5-6 نقطه زاهدان هنوز ادامه داره. امروز کلیپ هایی که دریافت کردیم
تمام اون جاهایی که محل مقاومت و رزیستانس بوده تبدیل به ویرانه شده، مغازه ها همه سوخته شدند و دکان ها بسته شده و خیلی از دستگیری ها باز هم ادامه داره. هرچند هم مقاومت مردم بلوچ با اون هنوز ادامه داره، ولی دستگیری ها و شدت سرکوب به همان شکل هم زیادتر شده. این یه چیزی که از یک طرف جای خوشحالی است که هرچند که کشتارها در کل ایران ادامه داره و این ادامه تمام همون شرایط دموکراسی خواهی و مبارزه در ایران هست به بلوچستان رسیده، ولی این یک گزارش نشون میده که خونخواهی و به اصطلاح کینه ای که رژیم نسبت به بلوچستان داره بیشتر هست، که هم کمان که میدونیم تعداد شهدایی که در این شهر در شهرهای بلوچستان بیشتر از تمام نقاط ایران هست، سایر شهرهای ایران، و همچنین اعدامه هایی همیشه میبینیم که اعدامه هایی که تا به حال در بلوچستان شده در حدود 37% کل اعدامه هایی هست که در ایران میشه. یا بگیر ببنده ها هم به همین شکل. در 3 روز پیش در میناب 7 نفر رو اعدام کردن که یکی از شهرهای ساحلی بلوچستان هست. این نشون میده که رژیم در رابطه با بلوچستان و مردم بلوچستان یک کینه ورزی خیلی خاصی داره و در کل ایران هم به همین شکله و این نشون میده که آن چیزی که زیاد اهمیت داره برای مردم بلوچ، ما باید اینو باید وصل بکنیم به جنبش دموکراسی خواهی و اون جنبش آزادی و زندگی که در کل ایران داره ادامه داره. اینو باید، این همبستگی رو باید به اونها ادامه بدیم و مسائل رو به جلو ببریم. الان در سایر شهرهای بلوچستان مثل چابهار، نیکشهر، سرباز، سراوان، ایرانشهر اعتراضها هنوز جریان داره به شکلهایی، ولی خب از آنجا که اینترنت رو قطع کردن و مردم دسترسی به اینترنت و رسانه ندارن، اخبارها کم میاد و اینها چیزهایی است که در اونجا فعلا ادامه داره و امیدواریم که با هماهنگ کردن با سایر نقاط ایران بیشتر بتونیم دستگاهایی رو در قرار بدیم که بیشتر بتونیم مبارزات رو هماهنگ بکنیم. سپاسگزارم. تشکر میکنم آقای جمشید امیری. من یک بلوچم، من بلوچستانیم، من یک ایرانیم، نه شیعه هستم و نه سنی، من یک انسانم، من یک زنم، من بلوچم، من ایرانی میخواهم که در آن هیچ کس به خاطر مذهب، اعتقاد و قومیت خود در زنجیر نباشد، شکنجه نشود و در بند کشیده نشود. من بلوچم، من ایرانی میخواهم که هر کس برای بیان اعتقادات خود در آن آزاد باشد و در نوع پوشش خود اختیار تام داشته باشد. من بلوچم، من میخواهم در ایرانی زندگی کنم که در آن ملا برای من تصمیم نگیرد مسجد و حوزه سرنوشت و آینده من و فرزندان من را رقم نزند. من بلوچم، میخواهم در ایرانی زندگی کنم که افسار زندگی خود را به دست گیرم، نه آنکه دست کسانی که جز منفعت شخصی خود فکر نمی کنند بسپارم که هر موقع که دلشان خواست با واژه برداری سنی و شیعه مرا فریب دهند. من بلوچم، من ایرانی میخواهم که صدا و سیمای آن رنج و محرومیت و بدبختی مرا نشان دهد، نه
اینکه چهره‌ای زشت در رسانه ملی از من به تصویر بکشد. من بلوچم، ایرانی میخواهم که در آن برادران و خواهران من شغل داشته باشند، نه اینکه بر مبنای تبعیض مذهبی و قومیتی از داشتن حقوق پایه یک انسان محروم باشند. من بلوچم، ایرانی میخواهم که برادرهایم. 3 دانه فرمانده ارشد سپاه پاسداران که یکی چه تهران یافته بوده، 2 دانه یکی فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق بوده، یکی دیگه آیه فرمانده اطلاعاتی بوده که گویی همراه بوده بعد یک مزنی خرید چه تهران یافته بوده. این سینا رابطه مروچی مولا عبدالحمید گندگان در مسجد مکی دوزاپا واجهش هنچو رابطه راسته بوده. ما این شهبخشان همود جمع بوده، آدگی مردم ها معترض هم بازی که همود جمع بوده. شاید یافته شروع شده گشتی نه میکار نبوده، می سپاه کار نبوده، جهاد سپاه بوده، قتل عام همشان بوده. گوشی ما انجام نداده، نیروی انتظامی این کار بوده. همه خبران تها که بوده مردم ها حمله کده به سین فرماندهان ارشد اطلاعاتی و نظامی ایرانی سپاه و هر سینش مشت لگت چکه. شما باور کنید مثلا 3 فرمانده ارشد نظامی مروچی در مسجد مکی زاهدان تو که به مشت لگت مردمان چرا درتگن. ما گزارش رسته، من یک گزارشان خدمت بشم که رنجشی که دوزاد محاصره بودتگد شهبخشان 100 نفر ماشین زورتگد به بهانه بچه سیاست ها شهبخشان سیاست ها بچاره اسماعیل زیانی که به بهانه ایشی که آقا ما پرسان را بداییم یاسر شهبخش که سردار حاج تاج محمد چوکین جنگ بوده، ما با این پرسان را بداییم با یه بهانه نزدیکی اولا قطار خنجکش جته بوده، قطار خنجک پای پاسگاه که 300 نفر نیرو در این توکه بوده، یه مقرش جته مروچی دوزاب شهر وضعیت شهبخشان محاصره پروشته وارد شهر بودگن رفتگن مسجد مکی دوزاب هم مکی دور اطرافش هم گفته مکی دور اطراف هنو کامل چه جته اما چه بوشن یعنی موانعش جته کن که کسی با نزدیکان ما توری وارد بیتیم. سیزده روز با تک تک داغداران اعتراضات سراسری گریستم. اما اکنون هنوز 24 ساعت از کشتار برادران و خواهران بیگناه بلوچم نگذشته که دیگر حتی عزاداری هم نمی کنم، بلکه تمام خشم و کینی که قلبمان را لبریز کرده گلوله های آتشی خواهد شد بر تن و جان کثیفتان. ما در کنار مردان غیورمان سر میبندیم و میجنگیم. این داغ را فقط خون سرد میکند. خائنین، مزدوران، بی‌صفتان، دیگر از ما هم بترسید. از آقای بریدی از شما میخوام که بفرمایید وضعیت بلوچستان الان چه هست و چه انتظاری از مردم ایران دارید؟ وضعیت بلوچستان خب تصویرهایی که از زاهدان میرسه نشان میده که زاهدان یک شهر جنگ زده است، شهری است که بعضی از خیابان‌ها و برخی جاهاش کاملا سوخته شده، هم در بمباران‌های رژیم هم در تیراندازی‌های رژیم و به شکل‌های مختلفی. میدونیم رژیم در جاهای دیگه از تفنگ‌های استفاده میکنه، از تیرهایی که کمتر آدم بکشن، ولی در بلوچستان از تیرهای استفاده میکرد که برخی میگفتن حتی با یک گلوله 2 نفر یا 3 نفر رو زخمی میکردن یا 1-2 نفر از اونها متاسفانه جان خودشون از دست میدن. اینا نشان میده که دولت ایران فکر میکنه که در بلوچستان برای این رژیم هزینه کمتری داره سرکوب مردم و به همین دلیل به نظر من از این جنبه خیلی مهم است که مردم ایران به شکل مشخصی مسئله بلوچستان رو بیشتر در شعارهای خودشون بیارن و همینطور مدیایی که در ایران در خارج هستن و یا سازمان‌های حقوق بشری و احزاب همین مسئله بلوچستان بیشتر اهمیت بدن تا رژیم این فکر رو نکنه که مسئله بلوچستان یک مسئله حاشیه‌ای هستش و میتونه در بلوچستان وقتی که تظاهرات در جاهای دیگر ایران حتی بیشتر هم هستش این هزینه جانی و مالی رو مردم بلوچ بدن. این به نظر من یه موضوعی هستش که مردم ایران باید فعلا توجه بکنن از همه طبقات، از همه اقشار و از همه گروه‌های اجتماعی که به شکل مشخصی مسئله بلوچستان رو بالا بیارن
و به رژیم و به جهان بفهمانند که مردم بلوچستان برابر با بقیه ایران هم جان هم مال و همه خواستایی گونه دارن و همون اندازه مهم هستش، چون خواستای همه مردم ایران فعلا در یک ظرف قرار گرفته و اونم گذار از جمهوری اسلامی ایران، ایجاد همزیستی مسالمت‌آمیز و یک کشور دموکراتیک و غیر متمرکز به شکل فدرال یا شکل‌های دیگری که پیشنهادهای متفاوتی است، ولی خب به نظر ما یک کشور فدرال همه مردم خواهان هم چیزی هستند و مردم بلوچ هم در کنار بقیه هستند و امیدواریم همونطور شما گفتین بقیه مردم هم به همون اندازه در کنار مردم بلوچستان باشن و به رژیم نشان بدن که ما دیگه همه یکی هستیم. مسئله حاشیه و مسئله دالرهور و مسئله خارجی و مسئله بیگانه و مسئله دیگری برای ما مطرح نیست. ما همه یک مردم هستیم. تشکر میکنم آقای ناصر بولیده‌ای. ارزیابی شما آقای ملحظی چی هست از اوضاع احوال در بلوچستان در شرایط فعلی؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان گرامی و بینندگان گرامی شبکه کلمه و همه کسانی که در بلوچستان صدای ما رو میشنوند. بله، بلوچستان یک حالت جنگ زده و حکومت نظامی داره و در عین حال با توجه به حادثه جمعه خونین بلوچستان و کشته شدن نزدیک به 50 نفر و زخمی شدن بیش از 197 مجروح که تقریباً 160 تای آنها با تیر جنگی هنوز مجروح هستند و بقیه با تیر و سلاح ساچمه‌ای. هنوز آقای ملحظی اجازه بدید من در اینجا این مطلب رو به شما بگم که تعداد کشته شدگانی که اسم رسمشون هست همون 50-60 نفر هست، اونایی هستند که جسدشون به دست مردم افتاده، ولی کشته شدگانی که جسدهاشون به بیمارستان رفتند و یا در توسط جمهوری اسلامی گرفتار شدند اونها معلوم نیست، ولی تعداد رو به بیش از 100 نفر از کشته میدونند. بله بفرمایید. بله، بیشتر از این هم ممکنه باشه، ولی تا اونجایی که کمپین فعالین بلوچ اعلام کرده 42 نفر رو نام نویسی کرده از همه اقوام موجود در زاهدان. اسامیشون هم لیست هست، جلوی من هست و در ساعات آینده ممکنه این اسامی اونهایی که کشته هاشون رو با تلفن به کمپین فعالین بلوچ و رصد و دیگر مراکز خبری بلوچی میرسونند، شاید تعداد آمار کشته ها و شهدای بلوچ بیشتر بره. به هر حال بلوچستان هم خودش سوگوار هست و بلوچستان ناآرام است. مردم بلوچ در تمام شهرها با توجه به فراخوانی هم که داده شد دیروز از طرف احزاب بلوچ مثل کردستان، بلوچستان هم امروز در حالت اعتصاب عمومی به سر میبره در تمام شهرها، در ایرانشهر، خاش، میرجاوه، سیستان، سراوان، بمپور و همچنین راسک، نیکشهر، چابهار و دیگر شهرها، فنوش، لاشار. تمام این شهرها دانشجویان به همانطوری که در سراسر ایران هم نمیرن، در بلوچستان هم به همین نحو هست و در واقع بلوچستان یک دست راجع به این جرم و جنایتی که دیروز اتفاق افتاد و بی سابقه بود سوگوار هست و بهایی که مردم بلوچستان و جنبش مدنی بلوچستان یا جنبش اعتراضی بلوچستان داد بهای سنگینی است که مساوی است با نصف کفه ترازوی همه آنچه که در ایران اتفاق افتاده، این همه شهید و جان نثار کردن و خون نثار کردنی که مردم در زاهدان دادن. بنابراین مردم بلوچ هوشیار باشند که به همین روندی که پیش رفتند خون آنها جواب خواهند داد و البته خودشان بهتر میدونند و همانطوری که این اعتراضی که بعد از نماز جمعه شروع کردند
این رو هم خودشون شروع کردند، اما از قبل خامنه‌ای، شورای عالی امنیت ملی تهران و همچنین وزیر کشور، شورای تأمین زاهدان، استاندار خبیث و تمام اون فرماندهانی که در اونجا بودند. همانطور که ما شما همه میدانیم تقریبا در بلوچستان 20 سال است که حکومت نظامی هست و همیشه میگن تنگه احد. تنگه احد به معنای این که یعنی محل دره خطر، تنگه خطر، مواظب بلوچستان باشید که برای جمهوری اسلامی خطر داره. و از همون زمان ما میبینیم که تیپ، اجازه بدید نیم دقیقه، تیپ در واقع سپاه قدس آقای سلیمانی، سپاه قدس جنوب شرق در اونجا مستقر است، تیپ سلمان مستقر است و نظامیان ویژه در اونجا هستند و همچنین نیروی انتظامی و اطلاعات در اونجا مستقرند و در واقع آتش به دست هستند، آتش به اختیاران هستند که میتوانند بدون حکم و اجازه هر کاری که دلشون میخواد بکنند و دیواری کوتاهتر از مردم بلوچ ندیدند، در حالی که در تمام ایران سلاح ساچمه‌ای استفاده شد، در بلوچستان سلاح جنگی و همچنین هلیکوپترها از بالا و در صدد بودند اینها قبل که مردم از نماز بیرون بیان و یک کلمه از دهانشون بیرون بیاد، همه اینها از جمله همون فرمانده نظامی که اونجا بود، اطلاعاتی که اونجا بود و کشته شد، در واقع اینها از قبل آماده بودند برای همچین جنایتی. آقای بولیده‌ای، الان به نظرم این مسئله خیلی مهم هست که هزینه سیاسی از ناشی از کشتار مردم بلوچ برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار بالا بره. یکی از این هزینه ها حمایت ایرانیان خارج از کشور هست و بردن این قتل عام که در حد نسل کشی هست به مقامات بین المللی، به کشورهای مختلف، به رسانه‌های مختلف و همینطور شخصیت هایی که میتونند مردم رو تحت تاثیر قرار بدن، چه شخصیت های ایرانی چه شخصیت های خارجی، برای اینکه همه این مردم الان این آمادگی رو دارند که این ابراز نظر رو بکنن، این ابراز همبستگی رو بکنن. شما به چه وسیله از مردم ایران میخواهید که این مسئله رو جهانی بکنن تا به این وسیله جلوی کشتار بیشتر مردم بلوچستان گرفته بشه؟ با تشکر. من این خیلی مسئله مهمیه، نه تنها در داخل بلکه در خارج. موضوع اساسی اینه که سازمان‌های بین‌المللی خب مسائلشون یه مسئله طولانی هستش. موضوع ما با جمهوری اسلامی مسئله روز و مسئله ثانیه و ساعت هستش. این مهمتره به نظر من. ایرانیایی که در خارج کشور امروز دارن شعار میدن در تظاهرات‌ها، در اونجا هم اسم بلوچستان رو هم بیارن، یک شکلای نشان بدن که از مردم بلوچ حمایت میکنن و این به نظر من مهمترین مسئله هستش. مسئله جهانی خب مسلمان ما از طرف حزب مردم بلوچستان هم اکنون گزارشی به انگلیسی نوشتیم و تعداد کسایی که رسانه تونسته وضعیتشون رو مشخص بشن و بلوچستانی هیومن رایت گروپ که اینا مشخصاً به اصطلاح فوتشون برای اونا حداقل شهید شدنشون مشخص شده، اسامی اونا رو میاریم، چون به هر حال وقتی با سازمان‌های بین‌المللی آدم صحبت میکنه خیلی مهمه که همه چیز باید دقیق و 100% باشه و حتی بعضی اوقات اونا از ما میپرسن که شناسنامه هم بفرستید یا کارهای دیگر انجام بدین تا مسئله رو باور بکنن و احتمالاً خیلی بیشتر از تعدادی که اعلام شده مردم کشته شدن، زخمی شدن و تعدادی هم متاسفانه شاید اساساً اعلام هم نکنن که بچه‌هاشون کشته شدن از ترس. چون همین اکنون هم خبرایی میاد که کسایی که کشته شدن رژیم اینا رو، خانواده‌ها رو مجبور میکنه، خونه‌های اینا رو به یک شکلی محاصره کرده و نمیگذاره کسی بره خونه و یا کسی از خونه بیاد بیرون و فقط اجازه داده مثلا یک کسی یا دو کسی دیگری اینا رو ببره در یک دهاتی و یا در گورستانی که کسی ندونه جریان از کجا اومده اینا رو قبر بکنن. وضعیت بلوچستان فعلا اینجوریه. مهمترین مسئله اینه که امروز حمایت مردم ایران در جاهای مختلف در داخل و خارج برای مردم بلوچ مهمتر از سازمان‌های بین‌المللی هستش، چون سازمان‌های بین‌المللی خب مسلماً اینو ما از اینجا انجام میدیم به وزارت امور خارجه و کشورها و بقیه اسم سازمان‌ها و احزاب
حقوق بشری و یا سازمان‌های دیگه هم حتما این کار رو انجام میدن. ولی به نظر من ما امروز مهمترین مسئله اتحاد خودمون هستش بین مردم، بین گروه‌های اجتماعی متفاوتی که در ایران هستن، که مردم بلوچستان رو، وضعیت بلوچستان رو به شکل مشخصتری در شعارها و در گفتگوهای خودشون داشته باشن و در تماسایی که امروز می‌بینیم که در خیلی از این تظاهرات‌ها نماینده‌های پارلمان‌ها شرکت می‌کنن و در برخی جا حتی وزیرها شرکت کردن. به اونها مسئله رو یادآوری بکنن که با دولت ایران در رابطه مسائل بلوچستان اگر پیش بیاد حتما صدای مردم بلوچ هم باشن. به نظر من در شرایط فعلی مهمترین مسئله حمایت بقیه مردم ایران از مردم بلوچستان هستش. آقای میرلاشری، شما اشاره کردید به این که ممکن هست جمهوری اسلامی ماموران خودش رو از افغانستان و پاکستان وارد بکنه، برای این که اونها نزدیکتر به بلوچستان هستند و اونها هم آدمهایی هستند بسیار بسیار بیرحم که تاکنون ثابت کردند که هیچ گونه احساس و عقلی در رابطه با مردم ایران ندارند. بنابراین این خطر وجود داره. البته یک مسئله دیگری هم که هست در اینجا اینه که اگر مسئله بلوچستان وجدان تمام ایرانیان رو بیدار بکنه و بعداً برسه به وجدان بین المللی، در آن صورت همون هشتگی رو که برای مهسا امینی زده شد و اکنون بیش از 170 میلیون نفر اون هشتگ رو تکرار کردن. به همین دلیل من از مردم ایران در هر کجای دنیا که هستند این هشتگ کشتار بلوچستان رو متوقف کنید یا بلوچستان رو تنها نگذارید یا با بلوچستان هم درد هستیم یا همگی بلوچ هستیم، این رو تهیه بکنند و در سطح وسیعی بفرستند، مخصوصا برای دوستان خارجیشون، تا این خبر هم، این کشتار به تمام مردم جهان برسه. خب آقای میرلاشری، الان سوال اینه که مردم دارن دوران اعتصابات میگذارن. دوران اعتصابات یه فرصتی هست که مردم تو خونه ها باشن، با دوستان و رفیقان و ایل و توایفشون در تماس باشن و آمادگی یک خیزش دیگری رو در چند روز آینده داشته باشند. شما فکر میکنید که الان مردم سرتاسر ایران و مخصوصا سیستان و بلوچستان این آمادگی رو دارند که بعد از این اعتصاب وارد یک مرحله دیگری بشن که سرتاسر بلوچستان، اون جاهایی که هنوز بلند نشدن، اونها هم بلند بشن، برای اینکه اون تعداد زیادی از دختران رو که مورد تجاوز قرار دادن در ایران شهر بود. بنابراین خیلی مهم هست برای مردم ایران شهر که از ناموس و شرف خودشون دفاع بکنند و در این قیام عمومی ایران و بلوچستان به مردم بپیوندند. بله، عرض کنم خدمت شما جناب حسین‌پور، ببین ما الان اگر حساب بکنیم جمهوری اسلامی به جای اینکه مسئله که در چابهار پیش آمد، فرمانده انتظامی یک کشور که مسئول یک شهرستان باشه بلند بشه بیاد به یه دختر معصوم 15 ساله تجاوز بکنه، جمهوری اسلامی در عوض این که این آقا رو بیاره به حساب این که مردم بلوچستان رو از خود نرندانه بیاره در خود چابهار یا در دشتیاری، بیاره اونو دار بزنه، همینطوری که ایشان این حکومت به خاطر 5 کیلو تریاک و نمیدونم به خاطر کوچکترین مسئله ای 10 تا بلوچو یا به حساب بقیه ایرانی رو اعدام میکنه. چطور نمیتونست که این یک مأموری که مأمور خودشون هست اگر اینو میامد اعدام میکرد امروز حال احوال به اینجا نمیرسید؟ بعد وقتی که با شرف و ناموس بلوچ دارند بازی میکنند، اون مسائل ایران که به جای خودش اون هم به هر حال با شهید شدن امینی، دکتر خانم امینی، به هر حال مردم بلوچستان هم این احساس رو دارند، باید هم همدرد باشن و شدن هم. ولی این مسئله دختر چابهار برای ما خیلی مهم بود که اگر این کارو میکرد شاید مسئله زاهدان به این صورت که به 50-60 نفر
در دم تیغ بده شاید این پیش نمی آمد، ولی متاسفانه اینو جمهوری اسلامی به جای اینکه تنبیهش بکنه، به جای اینکه اعدامش بکنه تا مردم رو راضی کنه، پنهانش کرده و از این گذشته شاکی که دختری با پدرش که رفتن زاهدان که به حساب به دادرسی بیشتر بهشون برسه، متاسفانه اونا رو تحت نظر کردن، نگذاشتن که دیگه برگردن به منزلشون. این از این ظلم بالاتر به کجا برسه که آقای لاشاری میدونید آقای میر لاشاری، مشکل اینه که تمام ماموران جمهوری اسلامی در سرتاسر ایران و مخصوصا در سیستان و بلوچستان و کل مناطق بلوچ نشین در کرمان، در هرمزگان و در خراسان مسئولیت کامل دارند. آقای خامنه ای به اونها مسئولیت کامل داده که شما هر کاری که لازم هست انجام بدید، این کارتون قانونی هست، شرعی هست و ثواب داره. بنابراین این ماموران هم هر کاری که دلشون بخواد میکنن. دلت این که سرهنگ ابراهیم کوچکزایی رو محاکمه نکردند و الان عده‌ای میگن که پنهان شده، عده‌ای میگن که اعدام شده، معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا کرده، ولی به علت این هست که تمام جنایتکاران جمهوری اسلامی مسئولیت کامل دارند. اون که هیچ شکی نیست جناب آقای حسین مولا، اگر شاه عادل باشه ملک ویران نمیشه. وقتی که یه حکومت اگر قانونی داشته باشه، اگر اون که در رأس اون مملکت قرار دارد انصاف داشته باشه، عدالت داشته باشه، مسلماً اون کشور آباد میشه. اون کشور دیگه احتیاجی به این تمام کشتار نداره. ولی متاسفانه خامنه ای ضمن ای که خودش به قول معروف کینه، من نمیدونم، با اینکه ایشون چند سال تو بلوچستان بودن، مخصوصا ایران شهر، اینقدر این آقا بی‌وجدان هست که همه خوبی‌های بلوچستان و خوبی‌های مردم بلوچستان، نمک‌های مردم بلوچی که خورده بود همه را فراموش کرد. الان بیشترین ضدش در بلوچستان یا در اهواز، عرب اهواز یا کردستان. البته مسئله فقط همون مسئله مذهبه، چون سنی مذهبند. بالاخره خامنه ای من فکر میکنم از تمام شیعه ها، از تمام شیخ های شیعه در مقابل سنی مذهبات تندتر و تیزتره. برای همین خاطر نمیخواد به هر حال این استانها یا این به حساب منطقه آرام باشه. و اینی که من عرض کردم مردم از چابها از کجا، از پاکستان یا از افغانستان میارن. من شما اگر یادتون باشه همین اخیرا وقتی من نمیدونم مسئله چی بود، تاسوعا شد که مرزها رو با اینکه الان یه سوزن رو نمیذارند از ایران بره پاکستان یا از پاکستان بیاد اینجا، ولی چند روز، شاید حدود یک هفته، 10 روز تمام مرزها رو باز کرد. حتی سر مرزها اونجا کمپینگی زد، تمام آشپز و نمیدونم مواد غذایی برای این آقایانی که از افغانستان و از پاکستان می آمدن برای زیارت، اینا رو تهیه میکرد. مثلا اینه که ایشان خودفروخته هایی تو پاکستان و افغانستان داره که اینا آدمای بی‌وجدانی هستند و نکنم که این کارو جمهوری اسلامی انجام نده. حتما این کارو انجام میده، ولی باید برادران بلوچ ما مواظب این مرزها باشن. پاکستان از ردی گرفته، از کجا بگم، از مرزی که به حساب از چابهار گرفته تا به زابل که به حساب منطقه افغان هست، این مرز باید کنترل کنند که این به حساب آدمای پست و قاتل و دزد و وارد مملکت نکنه که اونا دیگه هیچ رحمی برای مردم. تشکر میکنم آقای میرلاشاری. 8 مهر 1401 زاهدان. آقای میرلاشری، شما اشاره کردید به این که ممکن هست جمهوری اسلامی ماموران خودش رو از افغانستان و پاکستان وارد بکنه برای این که اونها نزدیکتر به بلوچستان هستند
و اونها هم آدمهایی هستند بسیار بسیار بیرحم که تاکنون ثابت کردند که هیچ گونه احساس و عقلی در رابطه با مردم ایران ندارند. بنابراین این خطر وجود داره. البته یک مسئله دیگری هم که هست در اینجا اینه که اگر مسئله بلوچستان وجدان تمام ایرانیان رو بیدار بکنه و بعداً برسه به وجدان بین المللی، در آن صورت همون هشتگی رو که برای مهسا امینی زده شد و اکنون بیش از 170 میلیون نفر اون هشتگ رو تکرار کردند. به همین دلیل من از مردم ایران در هر کجای دنیا که هستند این هشتگ کشتار بلوچستان رو متوقف کنید یا بلوچستان رو تنها نگذارید یا با بلوچستان هم درد هستیم یا همگی بلوچ هستیم این رو تهیه بکنند و در سطح وسیعی بفرستند، مخصوصا برای دوستان خارجیشون، تا این خبر هم، این کشتار به تمام مردم جهان برسه. خب آقای میرلاشری، الان سوال اینه که مردم دارن دوران اعتصابات میگذارن. دوران اعتصابات یه فرصتی هست که مردم تو خونه ها باشن، با دوستان و رفیقان و ایل و توایفشون در تماس باشن و آمادگی یک خیزش دیگری رو در چند روز آینده داشته باشند. شما فکر میکنید که الان مردم سرتاسر ایران و مخصوصا سیستان و بلوچستان این آمادگی رو دارند که بعد از این اعتصاب وارد یک مرحله دیگری بشن که سرتاسر بلوچستان، اون جاهایی که هنوز بلند نشدن، اونها هم بلند بشن، برای اینکه اون تعداد زیادی از دختران رو که مورد تجاوز قرار دادن در ایران شهر بود. بنابراین خیلی مهم هست برای مردم ایران شهر که از ناموس و شرف خودشون دفاع بکنند و در این قیام عمومی ایران و بلوچستان به مردم بپیوندند. بله، عرض کنم خدمت شما جناب سنبور، ببین ما الان اگر حساب بکنیم جمهوری اسلامی به جای اینکه مسئله که در چابهار پیش آمد، فرمانده انتظامی یک کشور که مسئول یک شهرستان باشه بلند بشه بیاد به یه دختر معصوم 15 ساله تجاوز بکنه، جمهوری اسلامی در عوض این که این آقا رو بیاره به حساب این که مردم بلوچستان رو از خود نرندانه بیاره در خود چابهار یا در دشتیاری، بیاره اونو دار بزنه، همینطوری که ایشان این حکومت به خاطر 5 کیلو تریاک و نمیدونم به خاطر کوچکترین مسئله ای 10 تا بلوچ یا به حساب بقیه ایرانی رو اعدام میکنه. چطور نمیتونست که این یک مأموری که مأمور خودشون هست اگر اینو میامد اعدام میکرد امروز حال احوال به اینجا نمیرسید؟ بعد وقتی که با شرف و ناموس بلوچ دارن بازی میکنند، اون مسائل ایران که به جای خودش اون هم به هر حال با شهید شدن امینی، دکتر خانم امینی، به هر حال مردم بلوچستان هم این احساس رو دارند، باید هم همدرد باشن و شدن هم. ولی این مسئله دختر چابهار برای ما خیلی مهم بود که اگر این کارو میکرد شاید مسئله زاهدان به این صورت که به 50-60 نفر در دم تیغ بده شاید این پیش نمی آمد. ولی متاسفانه اینو جمهوری اسلامی به جای اینکه تنبیهش بکنه، به جای اینکه اعدامش بکنه تا مردم رو راضی کنه، پنهانش کرده و از این گذشته شاکی که دختری با پدرش که رفتن زاهدان که به حساب به دادرسی بیشتر بهشان برسه، متاسفانه اونا رو تحت نظر کردن، نگذاشتن که دیگه برگردن به منزلشون. این از این ظلم بالاتر به کجا برسه که آقای لاشاری میدونید آقای میرلاشری، مشکل اینه که تمام ماموران جمهوری اسلامی در سرتاسر ایران و مخصوصا در سیستان و بلوچستان و کل مناطق بلوچ نشین در کرمان، در هرمزگان و در خراسان مسئولیت کامل دارند. آقای خامنه ای به اونها مسئولیت کامل داده که شما هر کاری که لازم هست انجام بدید
این کارتون قانونی هست، شرعی هست و ثواب داره. بنابراین این ماموران هم هر کاری که دلشون بخواد میکنن. دلت این که سرهنگ ابراهیم کوچکزایی رو محاکمه نکردند و الان عده‌ای میگن که پنهان شده، عده‌ای میگن که اعدام شده، معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا کرده، ولی به علت این هست که تمام جنایتکاران جمهوری اسلامی مسئولیت کامل دارند. اون که هیچ شکی نیست جناب آقای حسین مولا، اگر شاه عادل باشه ملک ویران نمیشه. وقتی که یه حکومت اگر قانونی داشته باشه، اگر اون یکی در رأس اون مملکت قرار دارد انصاف داشته باشه، عدالت داشته باشه، مسلماً اون کشور آباد میشه. اون کشور دیگه احتیاجی به این تمام کشتار نداره. ولی متاسفانه خامنه‌ای ضمن ای که خودش به قول معروف کینه، من نمیدونم، با این که ایشون چند سال تو بلوچستان بودن، مخصوصا ایران شهر، اینقدر این آقا بی‌وجدان هست که همه خوبی‌های بلوچستان و خوبی‌های مردم بلوچستان، نمک‌های مردم بلوچی که خورده بود همه را فراموش کرد. الان بیشترین ضدش در بلوچستان یا در اهواز، عرب اهواز یا کردستان. البته مسئله فقط همون مسئله مذهبه، چون سنی مذهبند. بالاخره خامنه‌ای من فکر میکنه از تمام شیعه ها، از تمام شیخ‌های شیعه در مقابل سنی مذهبات تندتر و تیزتره. به همین خاطر نمیخواد به هر حال این استانها یا این به حساب منطقه آرام باشه. و اینی که من عرض کردم مردم از چابها از کجا، از پاکستان یا از افغانستان میارن. من شما اگر یادتون باشه همین اخیرا وقتی من نمیدونم مسئله چی بوده، تاسوعا شد که مرزها رو با اینکه الان یه سوزن رو نمیذارن از ایران بره پاکستان یا از پاکستان بیاد اینجا، ولی چند روز، شاید حدود یک هفته، 10 روز تمام مرزها رو باز کرد. حتی سر مرزها اونجا کمپینگی زد، تمام آشپز و نمیدونم مواد غذایی برای این آقایانی که از افغانستان و از پاکستان می آمدن برای زیارت اینا رو تهیه میکرد. مسئله اینه که ایشان خودفروخته هایی تو پاکستان و افغانستان داره که اینا آدمای بی‌وجدانی هستند و نکنم که این کار رو جمهوری اسلامی انجام نده. حتما این کار رو انجام میده، ولی باید برادران بلوچ ما مواظب این مرزها باشند. پاکستان از ردی گرفته، از کجا بگم، از مرزی که به حساب از چابهار گرفته تا به زابل که به حساب منطقه افغانه هست، این مرز باید کنترل کنند که این به حساب آدمای پست و قاتل و دزد و وارد مملکت نکنه که اونا دیگه هیچ رحمی برای مردم. تشکر میکنم آقای میردشاری. من سروان امیر زمانی، یکی از فرسنگ ارتش نیروی ایران، جانفدای ناموس وطن و مردم ایرانم هستم. گفته‌هایم خطاب به نیروهای یگان ویژه، بسیجی، سپاهی و انتظامی است. ما همه با هم برادر هستیم. این مردمی که میکشیم نه داعشی هستند، نه دشمن هستند و نه تروریست. اینان از خواهران و برادران این سرزمین ما هستند. روا نیست بر مردمی که 8 سال در جبهه‌های جنگ کنار ما نظامیان در سوزانه جنگیدند و جانها دادند. شما سرکوبگران قبیحانه بر مردم ایران سلاح میکشید و آنان را قتل عام میکنید. حیله امر آس را به کار برده اید و در ظاهر عدالت علی. نیروهای مسلح، توانایی هایی که به شما محول شده برای دفاع از مردم است، نه سرکوبگر. پس تا دیر نشده سلاحت را زمین بگذار و به مردم ایران بپیوند. درود بر مردم ایران. ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو.
من آقای امیری این سوال رو از شما بکنم با این توضیح که الان در سرتاسر ایران هزاران نفر دستگیر شدند. در خود بلوچستان ظرف این چند روز هزاران نفر دستگیر شدند، از چابهار تا سراوان تا ایران شهر و زاهدان و جاهای دیگر، برای اینکه از قبل شناسایی کرده بودند افراد رو و بعداً هم اینها رو مورد شناسایی قرار دادند و بهشون رفتن حمله کردن تو خونه هاشون و اونها رو دستگیر کردند. یکی اونهایی هستند که زخمی شدند. این زخمی ها رو خیلی باید مراقبت بکنید که دیگه بیشتر از این وارد مشکل نشند و به هر وسیله‌ای که هست اونها رو معالجه بکنید، برای اینکه بیمارستان ها برایشون خیلی خطرناک هست. آقای امیری، جناب خورسندی و مردمان شریف و دلاور ایران، مردمان ایران از بلوچ‌ها خواستند که وارد میدان بشن. الان مردم بلوچ وارد میدان شدند، ولی همونطور که میدونید سختگیری ها در بلوچستان و کشتارها چند برابر جاهای دیگر ایرانه. الان که بلوچ‌ها وارد میدان شدند، ده ها نفرشون کشته شدند، هزاران نفرشون دستگیر شدند، دیگه نوبت شماست که به کمکشون بیایید، مخصوصا استانهای خراسان، هرمزگان و کرمان. شما اگر وارد مبارزه بشید، رژیم نمیتونه که ماموران خودش رو از مناطق شما وارد بلوچستان بکنه و شمایی که در جاهای دیگر ایران هستید به هر صورتی که میتونید کمک بکنید، اعلامیه بدید، بیانیه بدید، تشویق بدید، احزاب و شخصیت‌های خودتون رو تشویق بکنید که اعلامیه حمایت بدن تا مردم بلوچستان بدانند که مردم ایران هم پشت سرشون هستن، همونطور که مردم بلوچ پشت سر بقیه مردم ایران ایستادن. آقای امیری، شما فکر میکنید که در الان مردم بلوچ که در حال اعتصاب هستن مثل سایر مردم ایران باید آمادگی مرحله بعدی رو داشته باشند؟ یعنی وقتی که تظاهرات شروع شد دیگه با برنامه کامل، با مدیریت کامل، سازماندهی کامل و وصل شدن یکدیگر باید روی کار بیاند. آیا چون این آمادگی رو شما از مردم انتظار دارید؟ با نبودن به اصطلاح احزاب سیاسی و نبودن آزادی در ایران یه مقدار به اصطلاح اون رهبری و هدایتی که باید در داخل شهرها باشه و همه میدانیم کم هست. فقط آن چیزی که امروز اثرگذار هست از طریق رسانه ها هست یا فضای مجازی هست که از رابطه با اینترنت اینها به دست میاد. ولی با این حال که میبینیم اینترنت رو متاسفانه قطع کردن، ولی مردم به شکلهایی در تماسند، یا به صورت تلفن‌های داخلی یا این ور و ور، هم پشتیبانی ها به شکلی ادامه داره. برای اینکه من در رابطه با اعتصابی که مرکز احزاب کردستانی در داده بودن، با اینکه ما به اون شکل در ادارجات و در کارخانجاتی که نداریم اعتصابات به شکل، ولی مردم پشتیبانی خودشون در شهرهایی که در چابهار دادن، مثلا کردستان تنها نیست، یا به تمام در رابطه با زندانیان سیاسی، در رابطه با آزادی که به سبب این نشون میده که این هماهنگی هست. ولی همونطور که شما اشاره کردید، ما اگه سیستماتیک بتونیم این به اصطلاح راهنمودها رو به مردم سایر نقاط ایران، به بلوچ ها بدن که چه کار باید بکنن، یا از طریق تظاهرات، پشتیبانی، یا اگر به محض این که مثلا دیروز در زاهدان یا امروز که هنوز دستگیری ها ادامه داره و سرکوب ادامه داره، در کرمان باید شروع بشه، در بندر عباس شروع بشه که نیروهای سرکوب دیگه نتونن خودشون در یک نقطه متمرکز بکنن. این خودش به نظر من خیلی مفید هست.
مردم از نظر آگاهی و از نظر اینکه به حقوق خودشون چطوری برسن آمادگی کامل دارن، برای اینکه در ظرف این 43 سال سرکوب و فشار و بدبختی آنقدر بوده است که دیگه مردم به سطوح اومدن. یعنی با یک جرقه دیگه خودمون دیدیم که چطوری به خیابون اومدن و تا حتی در بعضی جاها به حرفهای علما و ریشسفیدان هم گوش نکردن. این رو میرسونده که قشر تحصیل کرده و نخبگان ما که در حقوق سیاسی و ملی خودشون را طلب میکنن دیگر واقف هستند به حق حقوقشون، میدونن که سازش با این نظام کار به جایی نمیبره، یا اینکه بیان حداقل گوش کنند و گوشنشین باشند و با آرامش به جلو برند. اومدن بیرون این جوانایی که دیروز شهید شدن همه بین 18 تا 40 سال هستند. اینا خب دقیقا تحصیل کرده هستند، درس خوندن، بیکارند و امرار معاشی ندارند، یا اینکه قبلا خانواده هاشون به شکلی از هر خانواده یه نفر ادامی داشتن. اینها اون به اصطلاح زخمه هایی است که الان داره ورم کرده، که داره الان اثر خودش را در جامعه نشون میده. خب ما بلوچا هم همونطور که اول هم من گفتم در رابطه با مسائلی که در ایران پیش اومد، در رابطه با قتل مهسا، در رابطه با بمباران احزاب سیاسی کرد، در رابطه با همه این مسائل، الان همین برچسب‌ها را به بلوچستان میزنن، میگویند از مرز بعضیا مسلح عبور کردند و اومدن به نیروهای نظامی تیراندازی کردند، در صورتی که ما می‌دونیم کلانتری در زاهدان در جای قرار داره که نزدیک مسجد مکی هست و هیچ ربطی به نیروهای مسلح و مبارزه کسی دیگه نداره. اینها مردم بودن، مردم تشکر میکنم آقای امیری گرامی. از مسئولین تقاضا میکنن که حقوقشون را برسن. اون فرماندهی که اون کارو کرده باید مجازات بشه، در صورتی که در ظرف 10 روز مجازات نشده هیچی، 1 سال هم از ایشون. آقای امیری خیلی متشکرم، خیلی ممنون. آقای خورسندی، الان مردم بلوچستان پیوستند به این مبارزات، بسیار هم سرکوب شدند، هزاران نفر دستگیر شدند، صدها نفر کشته شدند. الان آقای ملزی البته اشاره کردند به یک هشتگ و من هم در برنامه قبلی اشاره کردم از مردم سر تا سر. بله آقای بله از قبل گفته بودم که یه هشتگ رو درباره بلوچستان آماده بکنن و مخصوصا مردمان خارج از ایران که این جلوی کشتار بیشتر رو بگیره. آقای خورسندی، شما چه فکر میکنید الان که در این مرحله مردم ایران چیکار بکنند و چگونه میتونند از مردم بلوچستان حمایت بکنند؟ با سلام مجدد خدمت شما مهمانان بسیار گرامی. ببینید نکته که جناب بولیدوی بهش اشاره کرده این نکته خیلی خوبیه و اگر بشه روش کار کرد به نظر من جواب خواهد داد، با توجه به شرایط بحرانی که در داخل کشور، در سراسر کشور است، با توجه به خیزش هایی که در تمام کشور ایجاد شده، در کردستان، در بلوچستان امروز و در اهواز که در 2-3 روز گذشته بسیار طغیان‌های خیلی قوی داشته و در سراسر کشور که اخبارش رو داریم. نکته مهم این هست که ما چطور از مردم بلوچستان حمایت بکنیم، یه جنبش‌های سراسری بشود و مردم ایران بلوچستان رو صدا بزن. این بسیار بسیار مهمه و هشتگی هم که ابتکارش رو دوستان عزیز در همینجا در عهده گرفتن، ساپورت بلوچستان رو در خب به صورت هشتگ میشه که اجرا کرد و از مردم خواست، از همه جریانات در سطح مجازی خواست که اون حمایت رو انجام بده. اما به نظر من صحبتی که جناب بولیدی کردن در سطح جامعه و در کف خیابون ها هست و از طرف خود مردم هست که بلوچستان رو صدا بزنن، همونجوری که آذربایجان کردستان رو صدا میزنه بلوچستان رو هم بزنه. در تهران وقتی از
کردستان به عنوان چشم و چراغ ایران اسم میبرن، امروز برادران و خواهران بلوچ ما زیر رگبار مسلسل جمهوری اسلامی قرار گرفتن و دارن کشته میشن. بنابراین این وظیفه سراسری و ملی حکم میکنه که مردم تهران و در تمام استانهای کشور برای حمایت از بلوچستان صداشون رو بلند بکنن. این خیلی خیلی نکته های مهمی است که ما داریم میگیم. در این صورت هست که بلوچستان مورد حمایت قرار میگیره. باید در تهران گفته بشه ما از بلوچستان حمایت میکنیم، باید در رشت گفته بشه، باید در آذربایجان گفته بشه. اینا خیلی مهمه و باعث دلگرمی و پشتگرمی مردم مظلوم بلوچستان میشه. کاش مردم بلوچستان یه ثروتی داشتن، یه مکنتی داشتن، غمی نداشتن، آدم کمتر شاید دلش بسوخت. ولی حقیقتا اینه که اینقدر این بلوچ ها گرفتار معیشت زندگی بودن که انسان نمیتونه چشم بر این واقعیت ها برداره و این واقعیت ها رو باید متمرکز شد روش و ازش حمایت کرد. بله. از مردم، از اقشار مختلف بلوچستان و همینطور به نظر من نقش نیروهای مرکزی و جریانات اجتماعی به صورت جنبش‌ها در مرکز برای ساپورت و حمایت بلوچستان نقش بسیار مهمی است که تأکید میکنیم حتما اعلام حمایت از بلوچستان رو فراموش نکنن و پیگیری بکنن. 13 روز با تک تک داغداران اعتراضات سراسری گریستم. اما اکنون هنوز 24 ساعت از کشتار برادران و خواهران بیگناه بلوچم نگذشته که دیگر حتی عزاداری هم نمی کنم، بلکه تمام خشم و کینی که قلبمان را لبریز کرده گلوله های آتشی خواهد شد بر تن و جان کثیفتان. ما در کنار مردان غیورمان سر میبندیم و میجنگیم. این داغ را فقط خون سرد میکند. خائنین، مزدوران، بی‌صفتان، دیگر از ما هم بترسید. اینجا کاتبیم از دیروز 5 بعد ظهر آمدیم تا الان هم اینجاییم، خدای هنوز نخوابیدیم. تمام زندگی ما رفته اینجا، کسیم که هر چی داشته این یک قلم جنس نمونده واسش، همه سوختن. دیشب کسا اینجا بودن که اصلا یعنی تو زندگی ما تو چهار رسولی همچی کسایی ندیدیم. اینا از کجا اومدن، چجوری اومدن، زدن بردن دیگه. الان هم هر چی که مونده سوخته. در این مغازه 5 میلیارد جنس داشته. با پولی به خودم 100 میلیون خدای بیشتر. برای مردم سیستان و بلوچستان، برای زاهدان، برای هموطن بلوچم که بیگناه به خاک و خون کشیدید، مردم خطه‌ای از ایران که از کمترین ها بهره بردند، نه آبی، نه آبادانی، نه رفاهی. جنایت های شما در تاریخ ثبت خواهد شد. به دنبال جایی برای پناه گرفتن و قایم شدن باشید. روزهای پایانیتون رو دارید سپری میکنید. از شما ضحاک‌تر، از شما سفاک‌تر در طول تاریخ نبوده و نخواهد بود. لعنت به شما، لعنت به تو آخوند، لعنت به جمهوری اسلامی، لعنت به حکومت دینی. سرزمین ما رو رها کنید.
مردم ما را آزاد بگذارید، دست از کشتار و جنایت بردارید. لعنت به شما مردم سیستان و بلوچستان. مردم همه جای ایران در کنار شما هستند. بدونید و آگاه باشید ما همه با همیم، کنار هم، برای ایرانی آزاد و آباد. روزی زمین‌های شما هم پربار خواهد شد. روزی فرزندان شما شناسنامه خواهند داشت. روزی روستاهای شما، کپرنشینان شما نان خواهند داشت، آب خواهند داشت. ما مردم ایران امروز با همیم، کنار همیم. ایمان دارم به آزادی و روز آزادی. مراقب هم دیگه باشید، مراقب دجال های حکومتی باشید. گفتم این پیامو بدم به مردم مظلومی که بارها مهمان شهرشون بودم، مهمان دیارشون بودم، به جز خوبی و نیکی چیزی ازشون ندیدم. در اوج محرومیت همیشه پذیرای ما بودن و همیشه هر آنچه که داشتن اندک با مهمانانشون تقسیم کردن. ننگت با جمهوری اسلامی. خدا ریشه آخوندها رو از مملکت ما بکنه. الهی آمین، الهی آمین، الهی آمین. زن، زندگی، آزادی. زن، زندگی، آزادی. ایران پاینده باد. تمام جوانان مسلح کنه وگرنه یرگ تمامانو کشن. تمام جا پگندگی شروع بیتا. اگر کسانی که توپک دارند و چیرش داتا خدا قسم ششما سوجه بی جوانان یک ششما سوجه بی ایشه ظالمان یا هیچ رام ندارند دست خالیش هیچ کس کاری بره نهیتی کمک کنی کسانی که سلاح دارن بیارن بره جوانان رسینن تمام منطقه ون مسلح کنی گوڑا بلکه کاری بی شان هیچ رام ندارن شان جوانان نداره میری یک کشان تمام منطقه ون مسلح کنید و هر کسی که میتواره اشکید یا حاجی محمد داوود یہ تمام نیروش همیشی داره پایگاه روان تمام نیرو همیشی پایگاه داره جا بجاو کنن همیشی پایگاه و بجن داوود ہے کسانی که سلاح دارند و کسانی که توانند در توان آن هستند حاجی محمد داوود شاوزی ایشی پایگاه و جنت مچ کسافت کاریش همیشی پایگاه تا شروع همیشی پایگاه و بجنت براسان میتواره هر کس اشکین ته شپایگاه و بجن دوسه ایشی کل منطقه انتا سه شبده میں ایشی جادغدی میں تا ایشی کل پایگاه و نیرو آتا تنتشان دونی سات درگیر بیتا و یہ دیگه جهان والی رسی که میشی مردمان داره روان شما را به خدا قسم ده ایشی پایگاه و بجن دوسه و کسانی که در پیش رویه کن اللہ پاک گوشما هسته اللہ پاک شما را مدد تکنته و اللہ پاک شما را یاریه کنته یہ زندانہ نہ پروشد وہ پرودگاہ اب گرد پرودگاہ اصل جا پرودگاہ یہ گڑا نیرو یارتگ نہ کنتے ہیں پرودگاہ اب گرد پرودگاہ اب گرد تو چه زندانہ کلم پروشد وہ پایگاہ حاج محمد ہم گرد میں مجھ دوسی حاج محمد سرے چیرائیں وہ کسانی کے سلاح دارن شمار بے خدا نامہ قسم تمام منطقہ نے سلاح دید یہ دیگه منطقہ تا سلاح نہیں دست خالی دار میں جوانن ایک کشنتے سلاح بیارد برای زاهدانم برای بلوچستانم برای نماز برای جانمازی که خونین شد برای نماز جمعه برای مکی برای شیرمرد کمک کنه براسان وقت میشه والله اگه مشاکل یه چیزا هم زانت اگه یه شورش باز بیتن اگه یه درگیری باز پند امین که شما کشک بیته شنگشتر دولت تبار چه مشما یک کرانه لی منطقه انتا کمک کنید براسان آوانه که سلاح دارم بیارید کمک کنید جوانانا جوڑ بخیر زبره حالاتنا وسیار زایدان چٹ برال 200 شهید داتا گمشما و 300 مردم چپی بیتا حالات چٹ ریچند رسوان تیرن و RPG و تمام مدل جنند کسیزا مشه جوان فقط کلاش دارم بس
دیگه جا مچ گوار کسی سپایند گوار پیجی ویرگی نجند مسجد مکی تمام ایریا مچ محاصره تاین مچ سپاه شتا ماده دیگه جان عمل کمیر پگندگی دوشیم مشوی توین جوان چه سردار زاگم جنگ بود وارگ واج تاج امت زاگم یاسر شهید بود بازین شهید بود امین نیوای سدیم دیگه گروپ انتا مشه پاکستانی این گروپ انتا زایدان حالات باز خرابن اگر کسی با کمک ککت بیت زایدان مردمانه حالات چت خرابی. السلام علیکم براسان که بریدگی منطقه دارن کمک کنن تمام جوانان مسلح کنن وگر نیر که تمام کشن تمام جا پگندگی شروع بیتا اگر کسانی که توپک دارند و چیرش داتا خدا قسم ششما سوجه بی جوانان یک ششما سوجه بی یہ ظالمان یہ هیچ رام ندارند دست خالیش هیچ کس کاری بره نهیتی کمک کنی کسانی که سلاح دارن بیارن بره جوانان رسیدن تمام منطقه مسلح کنی گوڑا بلکه کاری بی شان هیچ رام ندارن شان جوانان نداره میری یک کشان تمام منطقه مسلح کنید و هر کسی که نتوار اشکید یا حاجی محمد داوود یہ تمام نیروش همیشی داره پایگاه روان تمام نیروی همیشی پایگاه داره جا بجاو کنن همیشی پایگاه و جن داوود ہے کسانی که سلاح دارند و کسانی که توانند در توان آن هستند حاجی محمد داوود شاوزی ایشی پایگاه و جنت مچ کسافت کاری همیشی پایگاه تا شروع همیشی پایگاه و جنت براسان نتوار هر کس اشکین تے شپایگاه و جن داوود ہے ایشی کل منطقه انتا سه شبدی همیشی جادغدی میں تا ایشی کل پایگاه و نیرو آتا تنتشان دونین ساتھ درگیر بیتا و یہ دیگه جهان والی رسی که همیشی مردمان داره روان شما را به خدا قسم ده ایشی پایگاه و جن داوود ہے و کسانی که در پیش روی کن اللہ پاک گوشما هسته اللہ پاک شما را مدد تکنتے و اللہ پاک شما را یاری کنتے یہ زندانہ نفروشد و پرودگاه اب گرد پرودگاه اصل جا پرودگاه یہ گوڑا نیرو یارتگ نہ کنتے پرودگاه اب گرد تو چه زندانہ کلم پروشد و پایگاه حاج محمد هم گرد میں مجھ دوسیش حاج محمد سرے چیرائیں و کسانی که سلاح دارن شما را به خدا نام قسم تمام منطقه و سلاح دید یہ دیگه منطقه تا سلاح نہیں دست خالی دارن میں جوانن ایک کشنتے سلاح بیارد پا زایدانو تا کمک کنید یہ دیگه پارٹی ہیں کہ دیم ہو گشتا ہے بوستن ماوستن یہ کوئی مردم کجا زیانن کہ جوان یک دار پر بانتے کمک کنید براسان وقت میش والله اگه یہ چیزا هم زانت اگه یہ شورش باس بیتن اگه یہ درگیری باس پند امین که شمشما کشک بیته چه شنگشتری دولت تبار چه مشما یک کرانه لی منطقه انتا کمک کنید براسان آوانه که سلاح دارم بیارید کمک کنید جوانانا منی دلاورین و غیرتمند براتان و گوهران داگ تجاوز سر دختر 15 ساله چابهار تا انگد خشک نبود که من مردمان پا کم ملکی فریاد جنک پاده دند که دزدا پی تها یک روچ تها نزدیک 100 نفر دشمنا و دشخیما شهید کشمش می‌برد. دومی خبر ایشیند که هنو 5 جن کوک شان راهنمایی و دبیرستان درس وانتا شان سه شنبه که اعتراضات شروع بوده در چابهار چهارشنبه شان رابطه بوده که این طرف اوتی خریدی بوده به هر حال از زهگو که 15 تا 17 سال دارند 3 سرباز جنکوکا و 2 دانگ آهورانیند جمهوری اسلامی مردم ایشانا گروگان گبتا چندین سال دیمتر دزدا پیتها مشمه جنینان سر تجاوزش کو که ما صبر بکنی از راه قانونی پیگیری کنی 41 دختر در بحره تجاوزش کو
ای چابهار کیسا و هنوز 5 دختر دیگرش گرفته شن چیزانی که ما و شما صحیح بین جنایت هایی که بی غیرت و بی ناموس هم دارن کنه بلوچستان تا و کرتگش و مردمانش شهر میشه نادانی مثلا شیر داده هنو انقدر شما باور نکنی که ما در میدان جنگی کار بجای رسته که بلوچ ناموس این که منترش بی غیرت و این که منترش چمجهل و این که منترش خار دیسته که بی غیرت هم هر روز پیش میں گوهار کو سرای یعنی کو که سر دانا چی کنه تجاوز کنه ایچونه زندگیه ایچونه زندگی که ما پرواده انتخاب کرده یعنی ما این کسر جهل بودگیم تو گوشه منی گپا مبارزاتی گپ منی گپا مبارزاتی گپ نهند منی گپا انسانی گپند که هر انسانی در هر کجای دنیا یک زهگو که مورد تجاوز قرار بگی آیه دل پدر دیه آیه دماغ سوت کشی آیه قلب آتشگی ما انسانی که مروچی میں دل تها درد نه که کسانو کن جنه کوکا مشانی اسیر گروگانی گفت بی غیرتا میں دل پدر نه که زهگوگ 15 سالک و تفلک 3 سالک و 4 سالک دزدا پتا به شهادت رسته عزیزان من تکدین گو سر جلالی و چم جهلی زندگی کنگ مگه ما محکوم به مرگ نبودگی مگه قبل شیشی که ما میدان تها بیایم مارش نجتا نکشتا اعدامش نکرتا هزاران جنایتش نکرتا یک گشت برای ایشان انتخاب کنی چون مردان تا میدان میری یک بزدلی مرگ انتخاب بکنی ما در هر صورت محکوم به مرگ ما را هیچ راهی نیست تا جمهوری اسلامی هستن تگجر حکومت هستن حکم جتا بلوچ باید کشک ببی بلوچ باید نابود ببی بلوچ سرزمین باید تصرف کنک بی و تصاحب کنک بی من تو محکوم به نابودی نو این نابودی تو چون یا تقدیر تبدیل کنه تی همت منی همت به خدای احد و واحد سوگند که ما را هیچ راه جز باهند و جز اشتاتن و جز جنگ کنک گوشان نہیں باقی راه هم بستگیم این مردمانی که مروچی شپیگیری شراهای قانونی و فلان و صبر و ادگر و آدگر جنند این مردمانی سیاست جواب ندهگه عزیزان من به خدا قسم جواب ندهگه این سیاست مارا رو برو خارته رکن مارا رو برو زلیلته رکن و مارا رو برو چمجهته رکن یک دو دانک لگو رو مخبر و خود فروختشن لا پشتی رو بی بنگولانش رو برو بزرگتره بند مستره بند بله دیگه مردمان روبرو خار بین ذلیل بین انسانیت شبین رو این سگا ماشو یک دیگر جانه سرا کپین و هیچ نه عزت ایمانی نه مسلمانی ایمانی نه دیگر ایمانی نه دیگر ایمانی انسانیت که نبو اسلام هم معنا پیدا نکن تو شرکت متوجه به فقر کبو فقر شرافت نیاری احمقی مولای که ترگوشی که پیغمبر گوشت که فقر منی فقرن تو فقر چو شکاین تو فقر چو شکاین آن نفهمه تبی عقل در هیچ صورت فقر شرافت نیاری فقر که بو مجبور بی جنی آدم چو آکے سے که چابهار تا مردمانی آب نهد چوکانی آب نهد مجبور خود فروشی کو بخاطر یک ٹانکر آبی ہے وعدہ بده به آخرت بابا دنیا هم خدا مار داتا خدا تے قرآن هم فرمائے گا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب دنیا خیر خوبی آخرت خیر خوبی مگر قرآن آیت نہیں کہ عزت لله ولرسوله وللمؤمنین عزت مال مومنان دنیا هم مال مومنان آخرت هم مال مومنان اب اللہ ایک طرف فریب دے گا کہ تو صبر بکن چوب کن کہ خدا تر جنت دا تر کہ دنیا خدا ذلیل کو آخرت هم تو حساب نہ دارے تقدیم آئی افکار اشتباه بازی بورے تقدیم ما چو ساکت بنندے سر جہل ببی کجا اسلام شما منی اگر آیت بگوشی کہ اسلام گوشتا شما سر جہل ببی یک آیت پیش بداری کہ ای سیاست اشتباه بیت تایید بکن شما منا ما تا استعمار گجر مپروشیں تماشا غلامی گجر در میں آئی میں فقر زیان نبی میں بے سواتی زیان نبی میں مصیبتان زیان نبند میں رو گیشتر بے مارا سر جہلتر و چم جہلتر کنے تا زمانے کہ مارا انکا بے بخار و مارا پست و ذلیل کنے کہ مارا یک جاہے تا نندر پاکینان چپ کرے بکشن تیش کا تکانی موا مروچی وقت انتی کہ ما وشما بیدار ببین
نه به نام خدا بازی بوار یک مردم فریاد شیجن که ما خدای گپان جنم بازی مردم به نام خدا بازی اجازه دیگه مردمان خمینی یک نمونه که به نام خدا و به نام اسلام میلیون ها انسانی بازی داد. ای بسا ابلیس آدم روی هست پس به هر دستی نباید داد دست. هزاران شیطان ہیں که به نام اسلام و خدا لوٹن تر کی ذهن خراب بکنن تر تحت استعمار قرار بدن تر لوٹن ذلیل بکنن. آیا هر که یہ فریاد خدا و اسلام جان تو باید قبول بکنه؟ تو نباید کمل کو فکر کرنے بارے ایک گپاں ش قرآن و حدیث ثابت ہیں ثابت نہیں اور پرچی چو عادت کرتا کہ بس ہر که ہر گپی جان قبول بکنه. من یک گپانا من جنم برو تحقیق کن یک مردمی دیگه گپی جان برو تحقیق کن. انسانی خدا تر عقل داتا تر شعور داتا. بله متاسفانه التفکری که به نام اسلام سر ما غالب کرده گشت که شما هیچ فکر مکنی هر که یک گپ جا قبول بکنی. ایک گپ نه قرآن حدیث ہے، نه زندگی پیغمبر ثابت ہے و نه سیره صحابه ثابت ہے. حضرت عمر شمشیر کشه عمر تو کم چوربه ما تر راست کنی. یک خبرش انتقاد ما فلان مولا کنی فلان مولانا کنی مردمان گوشن که تو کفر کو کفر نہیں سیرت پیغمبر ہیں سیرت صحابہ ہیں کہ ہر کسی اشتباہ کو بگوشی. کسی که تو گنده کشی سیاست اشتباه ہیں چی راه اشتباه ہیں این کرو من فکر بکن. تماشا شخصیت پرستی در میائیں تا زمانی که ما به تعقل و تفکر مرسیم کورکورانه اتباع ما تا زمانی که ما ویل مدیم مار هم انتظار نہیں کہ شما کورکورانه میں خبرانه گوش بکنیم. نه فکر کن چک بار این گپان درستین پجان و دل به میدان گو ما همراه بگو. اگر چیز نبوده اگر قیام وقت اگر ما انگد به بزدلی ادامه دا انگد ما به سرجالی و چمجالی ما ادامه دا تین آقایی که مطمئن ہے کہ تی جنے کوک شک لوگ در نیت اتی جنے کمود لوگے تہا گسے تہا مورد تجاوز قرار نگے تو یہ گپ یادداشت بکن. یعنی حتما باید به سر ما شما بیه به شخص من بیه تمام باور بکنم ای جنے کوکان تی جنینان نه تی چوکان نه تی نماسگان نه که اود چابهار تها گرگ بوته گه تجاوز بوته پهره تها کمل که تو هم فکر کن ما هم فکر کنم راه چاره راه مشخص ہیں چاره راه قرآن حکمت رسول حکمت صحابه سنت که در مقابل ظلم بوشت در مقابل ظلم اوشته یک بهای ها که بهای داتن باید آماده بی. امام حسین وقتی در مقابل ظلم یزید اوشتاد و یزیدیان زان تھی او مردمانی که مروچی نوشتند و دم از خدا و قرآن جنند این مردمان هنچو هبرکوشان بجنید دپیش ہے فریاد جهاد و ہے فریاد شهادت و ہے فریاد فلان و ہے خدا و ہے رسول. اچھا خدا و رسول حکمان چی اند؟ تو داره به نام خدا و رسول داره مسلمانان بازی ده. هر کسی شمروچی به نام خدا و رسول یک شماره یک گپی جندند احساست کو گپی اشتباه بجنت دپی هر که ببی ته فصل انقلاب ته زمانی که ما صدها شهید داتا میں جنینان در گروگان جمهوری اسلامی سربازان شیطان در خشم بلوچ میسوزند. تجاوز جنایت ننگ بر این ولایت ماهوت آنها نیست. از کردستان تا بلوچستان هر که شهید همراه آتش شد هر که ناراض الله اکبر الله اکبر. تجاوز جنایت ننگ بر این ولایت تجاوز جنایت مرگ بر این ولایت. آواز ناراضی بی آواز ناراضی بی آواز ناراضی بی. اگر تو مسلمانی چاره مسلمانی راهیشی اگر تو بلوچی چاره بلوچی راهیشی دیگه من چه عرض کنم خدمت شما عزیزان. وقت انتخاب وقت تصمیم و وقت اشتاتنه پداگرد یعنی هر گروهی که جبهه جسته خب وقتی ایشان جسته گه قدیمی جنگانشون تصور بکنی این مردمانی که شان پدا کپته گه هر که گیر جا اورتا کشته شد. خب تو توان انتخاب کنه که ایده دیم پدیم بوشته به مردی بوشته کشک ببه یا ایش که بجسه از پشت سر تر تیر بجنه تر بکشند یا شمشیر بجنه تر
مروشی میں حال ہمشی ہے ما باید انتخاب بکنی رو در میدان جنگ ببین شهید ببین یا ایش که ما پدب کشیم در حال فرار ببین در حال اوتی جان نجات دیگ ببین ہمارا بجانب کشن در هر صورت ما رو کشند پس به یک نامی پا عزتین تی تاریخ خیر کنیم. اگر ما و شما فرهنگ انسانانا در هر جامعه بیاین بررسی بکنیم کسانی که به اوتی مردم خیانت کرده این مردمان ذلیل‌ترین مردمان در هر جامعه و در هر فرهنگی معرفی کنه بود. پچهشان به اوتی خون خیانت کرده، به اوتی سرزمین خیانت کرده، به اوتی مردمان خیانت کرده. و مروچی که جمهوری اسلامی داری ما را کشی، داری میں جنینان سرا میں جنککان سرا داری تجاوز کند و میں سرزمین به خاک و خون کشتا مردمانی که در کنار گجر بوشتند مردمان خیانتکارند، مردمان لگورند، مردمان مجرمند و در هر ظلمی و در هر جنایتی که جمهوری اسلامی بکند این مردمان شریک جرمند. فرق نکن تو یک بیانیه حمایت بکنش جمهوری اسلامی، یک ویدیویی بده یا ایشی که بره تیشانی مجلسان بره بننده شایشان تعریف بکنه تو خائنیه. شی یک مسئله که شی تها ما و شما گو هیچ کس نباید رو درواسی بکنه. دوزدار په اتحادیه شهران تها مردما حمله کرده ای لگوران و مخبران گسان سرا و ایشان گسانش آتش داده بعضی جاها. مروچی وقت انتی که جبهه مشخص ببی، جبهه حق و باطل ہیں، جبهه ملت تو دشمنند. تو وقتی در کنار دشمن اوشته خب تی هون حلال بی. و در طول تاریخ اگر ملتاں اگر مبارزات ضربوارتا شهمین نحوست ہمیں رڈے مردماں ہمیں بسم اللہ زہگاں و شہمیں خائنہ شم ملت ضربوارتا مبارزات وقت گند تے دوزداب بغیر هیچ کاری میں جوانان کو اسنایپرش جد شهیدش کرده شانی خون تا قیامت ما بلوچان شانی خون گروه بیم بل تا این بزدلی که مروش در کنار حکومت اوشتاته گه تا این خائنه که در کنار حکومت اوشتاته گه و پشت به مردم اتکش و جرأت و ای درمیان لحظه درجه های لگوری و مخبری یک مردم هیچ جرأت نکشه و مردم دفاع سکوت در برابر ظلم شی حمایت شه ظلمی. یک مردمی دایرکت گوهند که بلاشی دارند که مردمان جان تو شهید کنند. یک مردمی در برابر این ظلم سکوت کند. مجرمی آتیفرین مجرمی ای هم مروچی وقت انتی که ما و شما عزیزم ما شما بلوچم ما شما موچم بیدار ببین کسانی که لگوری و مخبری کنگن برای علیه ملت بلوچ شان عزت باید در جامعه بلوچستان ای کسی که مخبری کنگن ای کسی که سپاه همکاری کنگن و در کنار سپاه علیه ملت بلوچ تمام مردمی که در تجاوز به دختران بلوچ شدید همه مردمی که در رختن خون جوانان و زحمکان بلوچ شدید و چون گویشی تو بغلی کنن و چون پشت تفت به صورتی بلوچستان شاه حالت در حتی که میں ملا و میں سردار شد بوده تظاهرات سخنرانی کرد که جمهوری اسلامی مقدسی و ماشا برکت ما مرزدار جمهوری اسلامی مروچی هر کی خبر بکر رسوائی بھی خدا رسوائی بھی هر که خیانت کنندگان همچون رسوا بکنه چون گنده مروچی سیلیبریتیان مهران مدیری بگره دیگر بگره شب پرچی گندگن که شب مجبوری مردمان طرفداری بکنه هزاران نفر کشک و یک نفسیش نکشه شب الان تیحتی علیه مردمان حبرش تو برد دفاع جمهوری است روش مردمانشان چون لعنت و پیٹ کنه گیشن هر مخبری تی بلوچستان باید لعنت و پیٹ کنه گیشن هر مخبری باید ذریع جرأت مکان که دین مردمانی چهما بچاری و تو بلوچیه و آیی چهمه تها وقتی تو چاره به ای چی بچک تو جنایت کاریه و تو به خون جوانان بلوچ خیانت کن تو به عزت و به ناموس زنان بلوچ تو چکن این میدان جنگ ادامه داری تا پیروزی ملت بلوچ تا رسیدن به آزادی و تا احیای و تواجهی و تمستقل گل زمین ما وشمشه گجر دست بگیریم
ای راه تا هر کس گوش بی ای عزتدار بی ای صاحب شرف بی و صاحب شرف ثابت کو بلا کسی که در صف دشمن گوش کی قال نه شرفها و نه عزتها نه ننگیها نه ناموسها هیچ چیزی انتخاب نروش ما رو هیچ کس رو در واسطه در فصل انقلاب ما رو هیچ کس شوخی هر کس به بلوچ و به منافع ملی بلوچ خیانت واقعا کار خوبی نکردن ای دشمن ملت بلوچ و سزاوار مجاز